به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافراخت. سلام و درود بی پایان زبان آموزان گرامی، هواداران زبانهای خارجی، علل خصوص زبان انگلیسی. همگی شما را به درس امروزه، ویدیو درس امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. درس 23 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب دوستان ارجمند، موضوع درس امروزه ما و شما have و has می باشد. have و has. البته در این باره در درس های پیشین یک اشاره کرده گذاشته بودیم، یعنی have got و has got. خب فرقیت از have got و has got از have و has در چی است؟ از روی معنا یگان فرقیت ندارند. یعنی مثلا من میتوانم بگم که I have a book و میتوانم بگم که I have got a book، یعنی من کتاب دارم. یعنی در معنا هر دو یک است. یعنی که he has got a pen و قلم دارد، he has a pen یعنی و قلم دارد، هر دو یک است. فقط در از روی گراماتیک یا از روی زمان یک کمی بین اینها فرقیت هست. مثلا ما have got و has got را فقط تنها در زمانی حاضره ساده یا همون present simple استفاده میکنیم، اما have و has را در زمانی حاضره، در زمانی آینده، در زمانی گذشته نیز میتوانیم استفاده کنیم. مثلا ما میتوانیم بگوییم که I had a headache yesterday، یعنی من دیروز سردرد داشتم، یعنی من دیروز سر من درد میکرد. اما ما گفتن نمیتوانیم که I had got a headache yesterday، یعنی من دیروز سردرد داشتم. I had got یعنی خب. و دیگر فرقیتی که have got از have دارد، این وقتی ما جمله سوالی میسازیم، اگر جمله ما از جمله have got باشد، پس سوال ما با have آغاز می‌یابد. مثلا have you got a pen، آیا تو کتاب داری؟ یا has he got a book، آیا وی کتاب دارد مثلا. اما وقتی که جمله ما از جمله have و has باشد، پس در این حالت ما با فعل یاری دهنده does یعنی که do جمله سوالی میسازیم. مثلا do you have a pen، do you have a pen، آیا تو قلم داری؟ do you have a book، آیا تو کتاب داری؟ یا اینکه مثلا برای has does he does he has a book، does he has a car، یا وی ماشین دارد مثلا. خب یعنی وقتی که جمله سوالی میکنیم پس با does استفاده میکنیم. اما ما در اینجا سوال کرده نمیتونیم که has he car یا اینکه have you car سوال کرده نمیتونیم. اگر با has آغاز کردیم سوال را، حتما got باید بیاریم. has he got، have you got مثلا. و مثلا خب یک چیز دیگه در ذهنم بود، جمله اینکاری. جمله اینکاری مثلا I have got می شود I haven't got، I haven't got یعنی من ندارم مثلا. یا مثلا he hasn't got، he hasn't got یعنی has not got مثلا he hasn't got. اما وقتی که جمله از جمله have و has باشد، در این صورت ما جمله اینکاری را از I don't have استفاده میکنیم. I don't have a car، من ماشین ندارم. he doesn't have a book و کتاب ندارد. he doesn't book a house
و خانه ندارد و مثل همین. اما جمله هایی که با got هستن یعنی have got و has got اونها I haven't و he hasn't جمله انکاری ساخته می شوند. خب مثلا درباره have یعنی چگونه که درس امروزه ما هست، یعنی have زیادتر در لهجه آمریکایی استفاده می شود اما have got زیادتر در لهجه بریتانی استفاده می شود. خب درباره have و has همین قدر کفایه است، یعنی معلومات درباره فرقیت بین اینها. بگذاریم در خواندن این جمله هایی که در این صحیفه است. مثلا رقم یک رو نگاه کنیم، رسمی یکم رو در اینجا یک دخترک می‌دارد میگوید hello و دف نیز میگوید hello little sister. خب little در زبان تاجیکی اندک، کم، خرد، میده، کوچک ترجمه شده است. خب در اینجا مثلا این دخترچه hello گفت یعنی سلام و دف باشد میگوید سلام خواهری خردک کوچک میده. خب در زبان تاجیکی خواهری میده نمیگن و میگن سلام خواهرچه، سلام خواهرک، سلام خواهرچه، سلام خواهرک. خب همین قدر دانیم که little به معنای میده، خرد، اندک، کوچک، کم استفاده می شود، ترجمه می شود. و در اینجا باشد زوی همراه برین میگه های سوزی، های سوزی یعنی سلام سوزی. رسمی دویم رو نیا کنیم دف و این دخترچه یعنی دخترک سلام از دف پرسیده است. مثلا دف do you have a black pen do you have a black pen تو قلم سیاه داری؟ و در جواب دف میگوید no I don't من ندارم. I have a blue pen من قلمی کبود دارم. و رسمی سه رو نگاه کنیم، دخترک میگه thanks یعنی تشکر. do you have a small box یا قوطی خرد داری، قوطی میده داری. box یعنی همون قوطی. و دف میگه yes I do یعنی بله من دارم. great یعنی عالی جناب یعنی بهترین. now do you have red ribbon و دخترک باز سوال میکند که اکنون تسمه سرخ داری؟ تسمه همون لنته که در قوطی ها میپیچونن برای هدیه مثلا. خب هر لنته دیگری که باشد مثلا یعنی همون ریبان تسمه می شود، بند می شود. خب لنته فکر میکنم از زبان روسی است و زبان روسی لنته می شود، تسمه، بند، لنته. و نوار نیز این لنته رو با زبان تاجیکی نوار نیز میگوین، نوار. خب و دف میگوید red ribbon یعنی تسمه سرخ. hair یعنی اینجاست، یعنی اینجاست معنی که مرحمت ما. I have a present for you من یک هدیه دارم برای تو. و زوی همراه برین میخندن و میگن Dave Susie has a present for you. میگن Dave سوزی برای تو یک هدیه دارد. این برای چی میخندن؟ به خاطر که وقتی این دخترچه در اومد قلمی سیاه پرسید، سپس قوطی پرسید، سپس تسمه پرسید یا اون لنته پرسید و در اخیر هدیه کرد برای دیف. یعنی اکثریتی اون اشیایی که در این هدیه استفاده شده است از خود دیو هستند، به همین خاطر این دو نفر میخندند. خب جمله هایی که در اوید have و has استفاده میشوند مثلا positive یعنی مثبت، در حالت مثبت I, you, we, they. همراه جانشین های I, you, we, they یعنی have میگیرن. مثلا I have a pen من روچکه دارم، you have a pen تو روچکه داری. و جانشین های he, she, it has میگیرن. مثلا he has a present she has a present و یک هدیه دارد. و جمله های منفی همون نگاتیو یا همون
این کاری I, you, we, they, do not میگیرن یا اینکه don't شکل اختصار شدهش. I don't have a pen. من قلم ندارم. یا اینکه we don't have a pen. یا اینکه ما قلم نداریم. و جانشینی های he, she, it does not میگیرن یعنی doesn't. مثلا he doesn't have a present و هدیه ندارد. she doesn't have a pen و قلم ندارد. و این جمله ها را اگر ما بخواهیم که جمله سوالی کنیم پیش از پیش از جانشین های شخصی یک فعل یاری دهنده do میاریم میشود do I have a pen. do I have a pen یعنی که does he have a present. does he have a present آیا وی هدیه دارد. و اگر بخواهیم که جوابی کوتاه دهیم مثلا yes I do مثلا yes I do من دارم مثلا یعنی که no I don't نه ندارم. yes he does ولی وی دارد. no she doesn't نه وی ندارد. خب در اینجا فرقیت این دو فعل را که گفتیم have و have got آورده است. میگه have and have got mean the same یعنی have و have got یک معنا دارند یعنی در معنا یکسان هستند. کلمه mean معنا می شود کلمه same یکسان یک خیل یک جور مانند. خب در بعضی حالات دیگر مثلا همان همین طور همان طور مثلا. خب در اینجا میگه have مثلا I have a pen جمله خبری است. I have a pen جمله تصدیقی. اما have got I've got a pen. I've got a pen یعنی که شکل پرش I have got a pen یعنی من قلم دارم. Do you have a pen جمله سوالی آیا تو قلم داری. Yes I do بله دارم. یعنی که جمله سوالی have got have you got a pen آیا تو قلم داری. Yes I have بله من دارم. خب فرقیت اینها رو چقدر که در بالا گفته بودیم مثلا جمله سوالیش با فعل یاری دهنده دو آغاز می‌یابد از have got جمله سوالیش با have آغاز می‌یابد. و در جوابی کوتاه I do از فعل یاری دهنده دو استفاده می‌شود و در have got از have استفاده می‌شود یعنی در جمله جوابی یعنی جوابی کوتاه. خب در اینجا تمرین ها هستند. مثلا میگه look and write have or has. نگاه کن و بنویس have یا اینکه has را. در رسم یکم he has a little sister وی خواهرچه دارد. در رسم دوم she در اینجا خالگی باید که have مانیم یا has مانیم. البته همراه جانشینی شخصی سیوم she has میگیرد. she has a goldfish یعنی وی ماهی طلایی دارد. they have a red kite یعنی وی آنها بادبادکی سرخ دارند. it has a long tail وی دومی دراز دارد. long دراز می شود tail دوم می شود. رسم پنجم we have a picnic basket یعنی ما سبد گردشی داریم. پیکنیک گفته یعنی گردش سیر و گشت رو میگوین سیر صحرا رو میگوین یعنی گردشی دست جمعانه یعنی یک دو سه نفر مصلحت میکنین میگیم رفتیم با تماشا و استراحت مثلا میرین یک جا استراحت میکنین در یک باغ است مثلا در یک چمنزار است در یک کوه است مثلا آن را پیکنیک میگویند. در زبان روسی نیز پیکنیک استفاده میشود و در زبان تاجیکی سیر و گشتی دست جمعانه. خب اگر سیر و گشتی دست جمعانه دراز باشد میتوانیم از کلمه گردش استفاده کنیم یعنی میگوییم که بیاریم به گردش یعنی بیاریم به پیکنیک. ما از گردش آمدیم ما از پیکنیک آمدیم مثلا. و در اینجا برین میگه I have a new bike من دوچرخه نو دارم. خب در این تمرین پایان نگاه کنیم.
میگه look at exercise 1 یعنی بر مشق یکم نگاه کن. مشق یکم یعنی همین رو در نظر دارد. مشق یکم با مشق یکم نگاه کن. write questions and answers و جواب ها و سوال و جواب ها رو نویس. در اینجا does Dev have a little brother؟ آیا Dev خواهرچه دارد؟ No he doesn't. نه ندارد. در اینجا نیز با does میاریم به خاطر که جانشین شخصی سیوم است، یعنی زوی جانشین شخصی سیوم حساب میخورد. does زوی have a goldfish؟ آیا زوی ماهی طلایی دارد؟ Yes he does مثلا میتونیم بگیم yes he does. خب در اینجا دو نفر از شکل جمع شود. Do Dev and Brain have a model plane؟ آیا برین و دیف هواپیمای نمونوی دارند؟ خب اگر داشته باشند نه ندارن. خب در اینجا میگیم که no they don't مثلا. خب رقم 4 رو نگاه کنیم. does میاریم چون که alligator است یعنی تیمسا. does the alligator have a long tail؟ آیا تیمسا دمی دراز دارد؟ خب البته که دارد. در اینجا بنویسیم که yes he does. Yes it does. خب در اینجا do Zoe, Dev and Brain have a picnic basket؟ آیا برین، دف و زوی سبتی گردشی دارند؟ خب yes they have. Yes they do مثلا. خب does Brain have a new bike؟ does Brain have a new bike؟ آیا برین دوچرخه نو دارد؟ خب دیگر دوچرخه نو دارد مثلا میگیم yes he does. خب در همین جا درسی امروزه را به پایان میرسانیم و تا درس های نوبتی خدا نگهداری شما. این با درس 23 از سلسله درس های زبانی انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1.